زنگ کردی من میدونم چی شد است رستم؟ برای چی خاموشی؟ از من زنگت میزنم یه دقیقه. من با رستم عاشقم 3 نقطه. من باری اول تو رو در این حالت میبینم. گپ زن. خیلی تیموس. ای موجب چشم گیره، مال دیگری تو گیره کردم. برای چی این کار کردی؟ با این سوال شما باید پاسخ بگویی. چیز بگو نخواهم چیز بیزی بیبدن. تماشاگران عزیز، شما میدونید که همه زحمت‌های ما برای تابع شما را بریده کردن است. از شما احترامانه خواهش میکنم که شخصانی که برای گرانیت گذاشتن شرکت میکنه این اکای بخره سلام میتیم بهترین برادر که تو یک سال شد رکلامش میکنین رقمش در روی اکران زنگ بزنید هر روز سفر داره. بعد برادران نگفتن امورا این روز درباره یک برادر گپ بزنیم که بسیاری ها او را میشناسین، سامان اوتو. این هم یکا میدونم که نوارش بینی و جولی باید من خوندم محقولای این برادر درباره چی ها میفهمونن که شما وقتی ماشین خریدن در فریب نخرین و شما در سویتای خوب میتونید که ماشینا را از قدم سال بخرین، چی مارک ماشین بخرین. فقط در شما یک خواهش که سیلکای ویدیو شده در کامنتری از اکریپید میکنم بدون نمی اکدا پادپیسات ساکنین اینای مهروپرو سلام مشوره کنید. همه شما سخت ندار میشم. این برادر بهترین تصوراتش در اوید ماشینا بسیارتر. اینستاگرامش سامان اوتو، یوتیوب شان سامان اوتو. فقط از شما یک خواهش که کانال یمی اکدا بدرین پادپیسات. سلام و درود با کل شما تماشابینانی کانال مهروپرو. بنده رستم عظیمی هستم با برنامه جدیدی روبرو. مهمون نوبتی برنامه ما قرار دارند یک خانم قشنگ و زیبا که همگان دوستش می‌دارید میشناسید. محفل رو هستند. چهره زیبای تلویزیون. این نوبت در مهمونی ما قرار دارم مهرانگیز تورا زاده. خوش آمدید به مهمونی برنامه ما. بسیار تشکر میکنم. میگم که دوباره سوی تو باز آمده. سلام عزیزم. تشکر. ما بسیار می‌نداریم که وقتی قیمتی خدا دریغ نداشته سخنی ما رو رد نکرده مهمونی برنامه ما شدید و برنامه ما روبرو نام دارد. من شرط‌های برنامه رو با شما آشنا می‌سازم. در اینجا در قوطی‌ها سوال‌ها جایگیر هستند. در قوطی سحرناک ما پریزها جایگیر هستند و در کنورت‌ها سوال هستند. اگر سوالی که پسند دل شما نیست میتوانید با آتش فشانک در یک لحظه لفافه رو آتش زنید. اگر سوالی که پسند دل شما هست و میخواهید که آن را آشکارا جواب گویید با چشم تماشابین ما نگاه میکنید و پاسخ میگردید. راضی هستید؟ خب شروع میکنیم. انتخاب از شماست. رفتیم. اول از قوطی ها سر کن. البته از قوطی ها. ترانه زیبای عاشقانه به زبان آرید که پرسوز باشد. میتوانید. به. برای چی نه؟ عاشقانه باشد. عاشقانه؟ پرسوز باشد. صفی عاشقانه‌تون زیاد کرده. خب. من پشت سر تو گیره کردم. پیش نظر تو گیره کردم. در عشق تو خاک ره شدم من. در رهگذر تو گیره کردم. رفتی چو پرنده از کف من. به بال و پر تو گیره کردم. باران که سر موی تو بوسید چون موی تر تو گیره کردم. بر جای خودم کسی دیگر را دیدم به بر تو گیره کردم. ای موجب چشم گیره، مال دیگری تو گیره کردم. خندیدم اگرچه پیش مردم در پشت دری تو من آه گیره کردم. اوه فکرم با دوری های دور رفت. زیرا شخص عاشق همیشه فکرش با دوری ها میبرد. تشکر. برای کی بود این ترانه؟ و چونون به درد سرویدید، به درد زمزمه کردید که قریب بود از چشمانم آب رود. اینا سوزانده می شود بعد این سوالتون؟ نه اگر که وای شما الان جواب دادید. من چی رستم جان وقتی که حالا طفل هستیم الکی عاشقیم. عاشق به مادر، عاشق به پدر و زندگی میگویند که به مثل دریا گاهی اوج دارد، گاهی موج دارد، گاهی طوفان، گاهی آرام است. بیهوده شاعر نگفته است که زندگی دریاست، دریا بگذرد. عاشقی سودا، سودا بگذرد. گر تماشای جهان خود یک نوبت است، تماشای ما و جهان بگذرد.
руд мехонад фасона бод мегӯяд тарона мо то ҳастем ё на ишқ монад ҷовидона. бале бигзор ишқи шумо ҳамеша ҷовид бимонад ва нафаре ки ошиқи шумо аст бахт насибу толе мададкори шумо бошад. бисёре ташаккур. интихоби дигар суоло аз лифофаҳо шурӯъ кунем. аз лифофа ба қавле дар он ҷо суолҳои коғазпеч ҳастанд ва мо мехоҳем имрӯзҳо бештари ровиёни телевизион блогеру чеҳраҳои шинохта шуданд, яъне пулдор. меҳрангез, чаро шумо ақиб мондед? рустамҷон, ман ақиб намондам, чунки вақте ки падарам барои ман хона ҳадя карданд, барои хонаро таъмир кардан барои ман вақт лозим буд ва дар баробари ин кӯмаки ман бениҳоят барои падарам лозим буд ва аз телевизион хостам барои ман рухсатии меҳнати дарозмуддатия, аммо росте вақт набуд ва аз телевизион як муддат ман дур ҳастам, аммо аз эҷодиёт на. барои ин ки ҳар моҳ як супорише барои ман мешавад, чӣ консертҳо, барномаҳои гуногун ва медонед чӣ, росташро гӯям, шумо мегӯед ки ақиб мондед, аммо фаромӯш насозед ки аз мобайни тамоми рӯзноманигоро аз РТР Планета, аз телевизиони форсизабони омрико ман суҳбат доштам, суҳбати интернетӣ ва махсусан корреспонденти РТР Планета ба Тоҷикистон омада оиди дар мавзӯи коронавирус Амир Исаев аз ман интервю гирифтааст ва аз мобайни тамоми чеҳраҳои телевизион ман рӯи РТР Планета баромад кардем. ин муваффақияти шумост. Ташаккур. интихоби дигар суолҳо аст ва метавонед аз котиво ё ки аз лифофа кадомаш ба шумо писанд аст боз саволҳо гиред. бед аз коти сар кунем. майлаш, чун аз он ҷо тарсу ҳаросҳо бисёртар ҳастанд, барое ки коғазпеч суолҳо дорем. мешунавед? ман фикр мекунам ки ҳар як нафар ин чизҳо дар хурдсолӣ дошт ва меҳрангиз низ истисно нест. дуруст аст? лақаби шумо чӣ буд дар давраи наврасӣ? чӣ лақаб доштед? безеви бадан? ҳар як нафар фикр мекунам ки як лақаби хандаовар дошт. рости вақте ки ман духтари кӯдаки хурдӣ будам дар хона ва барои падарам бениҳоят эрка будам ва ман ҳамеша бо падарам дӯст медоштам ба бозор рафтанро ва як рӯз росте ман дар кӯдакӣ ба мисли дигар духтарон набудам ки куклабозӣ кунам, фақат бо писаро рости футбол бозӣ мекардам, барои чӣ намедонам ва мебинам ки падарам мошинро ҳай дораду куҷое бояд равад. давидам, гуфтам падарҷон шумо куҷо? Гуфт ки бача ман ба бозор мерам. мара бар не, гуфт имрӯз маҳрака дорем, наметонам. баъд пушти дарахт рафтаму гӯё гиря дорам, ба гуфт ки ҳатто шайтонча биё шин бо ҳам мерем. хай меравем ба бозор. рости вақт баъд аз футбол каме намедонам ё хоб будам чӣ будам ки хулоса гап ба падарам меравам. як вақт чӯби дароз як занак як шапоти мефурорад. шуморо ҳайрон мемонем. баъд ман гиря мекунам ба падарам мегӯяд ки о занак чикор карда истодаӣ? раисҷон ҳамун ҷебакта сах ба қабки ҳозиҷугиё дуздӣ мекунад. баъд падарам хандиду гуфт ки ин ҷугӣ негуфт ин духтари хурма. яъне лақаби шумо дар замони хурдсолӣ? як лаҳза баъд маҳрака оғоз шуду. баъд падарам ҳамин корое ки ҳамон рӯз шудагӣ буд баъд нақл мекунаду баъд механдам. ба мо чунон гиря мекунам. баъд бовар кунед инам ҳолиам калон шудам барои падарам ман ҷугича. як рӯз як чизи дигарро нақл кунам. вақте ки ба воя расидам, бояд ҳамкором чӣ меомаданд?
خونه می آمدن دسترخوان معرکه بود با تاکید کردم پدرجان همسینفا همه میدونن شما را جوگیچه میگی همسایه ها میدونن اقلا همکارو نفهمن نگوین خوب بچم نمیگو بعد همکارا اومدن و وقتی که در اومد سلام علیک کردن گفت که این همکارای جوگیچه من در همون حالت زمین نکفید که شما درآیید و همچنین این آوازه به گوش همکارانتون نیز رسید و به تلویزیون رفت. انتخابی خیلی دیگر سوال ها است. بیایید میشنویم. چشم نرسد سوال ها منسوخته ایستادن، یعنی از این برمیاد که سوال ها پسندیدگی شما هستن. راست است که من خونم راست میخواد خودتون خود میخواد. راست است که در فیلمی زمان مشهوری بهوده خورا میکنی با رستم که همبازیتون بود عاشق شده بوده. رستم بستین اکنون به معلومات شما میرسونم که وقتی که من در صنف 11 میخوندم اساسا فیلم رو من در صنف 10 نقش بازیدم. بعد از چند ماه پس اولین مراتبه که من مصاحبه کردم رستم در گازت اویلا بود. در گازت اویلا رستم عظیمی بودم و چونان سوالا بود، اینقدر سوالا بود نوشته وقتی که بر اومدن نشریه آوازدار اویلا شروع شد در اونجا کلام کردگی نوشتگی من با رستم عاشقم 3 نقطه. برای چی این کار کردی؟ با این سوال شما باید پاسخ بگویید، چون از همون مهر و محبت از همون صمیمیت و چشمان شما برمی آید از همون وقت رفتی فیلم که شما چقدر عاشق رستم شده اید. همین خیلی بود یا که این تنها یک من رستم رو نمیشناختم و در وقت نواربرداری با او شناس شدم، اما پیش از این با همراه استادم طلبشاه مقیموف مشق و تمرین میکردم. گویا اون رستم است و من تخمینم. وقتی که آماده شدم من رستم رو در همون وقتی ثبت دیدم، اما با مرور وقت با تلویزیون تاجیکستان به حیث روزنامه‌نگار کار و فعالیت کردم. پدر رستم رحمتشاه عابدوف همکار من است که زیاده از 10 سال با هم کار کردیم در این ساختار ایدئولوژی و نه ما با رستم عاشق نبودم. من رستم رو احترام میکردم و مثل برادر و بعد از انجام فیلم تا حال من رستم رو ندیدم. کجا شد؟ میدونم که زنگ گرفتند، شنیدم برای اینکه پدرشون دعوت کرده بودن در توی. من ثبت تلویزیونی داشتم به همین خاطر نتونستم با تویش. همون اشکایی که در فیلم دیده میشد اشکای ساخته بودن یا که در حقیقت اشکا از چشمان شما ریختند؟ نه، اکثریتشون ساخته بود و اکثریت دیگرشون از تحت دل بود. بله. تشکر زیاد. ما به سوال خود پاسخ گرفتیم و انتخاب کنید از قوطی ها یا اینکه از کنورت. شما خونید و من جواب بدم. عاشق شده؟ با کی و چه تحفه ها بهرتون تقدیم کرده است آن رو میگفتید. چرا یک لحظه به فکر فرو رفته؟ شاید از عشق شما خیانت دیدید یا اینکه به قول کیدتون کرد؟ چی شد که یک بار مطمئن اول خون با پاسخ میگم، یک بار دیگر خون. عاشق شده؟ با کی و چه تحفه ها براتون تقدیم کرده است آن رو میگفتید. خب پدر جانم خدا شاهد که میدانم بهایت را، به هر محفل به هر مشکل بگیرم من دعایت را. بخواهم شادمان باشی ز دست غم امان باشی، دلم وامی شود وقتی ببینم خنده هایت را. خوشا آن روزگاران را که دستم بود در دستت، کنون بر دیده میمالم عزیزم خاک پایت را. ز هستیت هوای دل همیشه خوب و مرغوب است، وجودت دولت دنیا نگیر از ما هوایت را. پدر جان عالمی گنجی زما گاه تو می رنجی، حضورت مایه تینجی پذیرم حرفایت را. این سطرهای شعر به چه خاطر بود؟ شما اینجا ننویسودید که عاشق به کی شده اید.
شما در مجموع نویسانده البته و دوست پسر هم ننویسانده. من فهمیدم، اما عاشق من همیشه با مردی نکسریشت و قبلگو هم پدرم هست و بهر من خانه تقدیم کرد. من خانم مهرانگیز با من اظهار محبت نماید که شنیده ابو ادا شوم. خوب فکر کنید و یک سخن، یک چی میگویند، یک سخنی، یک اظهار محبت نماید که همین من قائل شوم که در حقیقت شما از او میبرید. خب شما در فکر فرو روید. اگر خواهید گریبانی ما رو با دستانتان داشته گوید رستم من تو رو دوست میدارم، تو چرا مرا نمیفهمی، این خیلی شدنش هم ممکن است. شما به فکر فرو روید، من میگویم الکی تیار است. چی شده است رستم؟ برای چی خاموشی؟ من بار اول تو رو در این حالت میبینم. گپ زن، اقلا یک کلمه گوی رستم. میدونی چی؟ یک چی گویم؟ آچم با دستان خودشان برای تو جامعه زردوزی میدوزد که روزی توی پوشیده با قد و قامت زیبا به کوچه مونده روی. میگوید دامادی من باید از همه شهر بچه ها فرق کنم. میگویم لازم نیست مهرانگیز، چرا مادرت رو آواره کردی؟ برای چه لازم نیست؟ لازم است. من هوس دارم به هوس هایشان برسم. یک وقت من و تو عاشق هم دیگر بودیم، انا به وصال هم رسیدیم کو. یعنی تو راضی هستی که با من آیله دار شوی؟ چی خیلی من تو رو دوست میدارم مهرانگیز. تانسته میونه تر این بود مهرانگیز. مرحمت. بیرمن خانم تقلید به سه سراینده توجیک. یک لحظه خود را نگی نموند قلوه، لحظه دیگر شبنم سرایا و سیوم دلخواه سراینده را سرودش را بازخوانی نمایید. از اودش میبرید. من فکر میکنم شما میتوانید. اینا اترسانم. چرا نمیتوانید؟ نمی‌فهمم. صدای شیرین دارید، چون رویون هم امروز ها برآمد میکنند که نه یکی پاپروید میکنه نیستید؟ یکی میکنیستید؟ یکون سرودی نگینه، یکون سرودی شبنم. نمیتونم. چونان این سؤال ما سوخته خاکی سر می شود که من فکر میکنم غضب شما رو بیدار کرد. مرحمت. بویفرند میدونید چی است؟ بویفرند داره؟ اول دونستان میخوام. بویفرند داره؟ نه ندارم. اگر نداشته باشید یک تا عاشق که در امریکا کار و فعالیت میکند میخواهد با شما اویله دار شود. چی میگویید پاسخ؟ میگن رنگ و روی مردان و مردان یکی است. سالها باید بگردی تا بدانی مرد کیست. چی گفتن میخواهید؟ انتظار پاسخ شما است و اگر شما راضی باشید اون به خانه شما خواستگار میفرستد. تاجیکی که در امریکا هست؟ البته تاجیکی که در امریکا زندگی میکنه. البته میگن این تقدیر و نصیب است. من الکی بس کردم گپی کلان رو زدم، چون میگن شوهر بکنی که فای دیگر خلاصه گپ تقدیر و نصیب است. هر اون چیزی که در تقدیر شما نوشته شده باشد و کدام جوانی که مناسب است خداوند از خداوند میبینید. همین خیلی است. توی مهرانگیز بانو رو کی میخوریم؟ روزهای نزدیک یا که سالهای زیاد و کی در نقشش هست؟ راستی نمیدونم. این رو هم تقدیر وقت نشان میده. وقت نشان میده. این رو جواب دادید و سوالها از لفافه گذاشته شدن که اون شکر. صد شکر. اینجا با همجا میبینی که همجا سوالا نوشتگی گم شدگی نباشم. مرحمت دوستان جان. برج احمد که یکی از شومن‌های فعال ساحه شو بیزنس است زنگ زنید و گوید رج عزیزم دوستت میدارم، تو همه رو دوست میداری؟
کلی میبینیم که او با شما چی پاسخ میگردونه. منتظر میشویم و شما زنگ زنید. الو سلام علیکم. سلام علیکم. مهرنگیز جان چخیر؟ نه ساز رحمان شما نه سلامتتان خوب؟ خدا باش که میشد رحمت امو روز کرده فقط ظهورم قدید. فهمم. خدا کت خوب سلامتی نه؟ رحمت همه نقص ساز. رجا من یک گپ مهم داشتم. خب عزیزم دوستت میدارم، تو همه رو دوست میداری؟ البته اثبات کنم. بله شک و شبهه داره. کمی بدون شبهه میگویم. بگو هر چیزی که دلی تنگت خواست. از دل تنگم به سمای فراخته میگم که تنها مثل رودی روان، مثل چشم سارا، مثل ستاره عمق آسمان هفتم، مثل تنوران لبلبی جوی، مثل قاقیان لبی رسته، مثل شمیم عطر بهاری، مثل خنده بهمن، مثل چادر شبی که ماه بر آن رخشنده است، مثل این و آن و گیر و دار و مثل یک دشت زیبای لالگون که خونی لاله ریخته از خون مجنون و خون لیلی، خون فرهاد و شیرین، یا داغ اثرهای رستم باشد، مثل آنه که کشتی ساحل، ماهی دریا، گل خاک و ستاره سما را دوست می‌دارد. همین گونه برادران عارفانه مؤمنانه دوست دارم. چرا برادرانه؟ کدام بود؟ هیچ کنیسته چه برادرانه گفتی رج؟ برادرانه آخه او چگونه می‌بود؟ نه عاشقانه. عاشقانه بود. تو مرا پرنگ کردی، چی من می‌دارم ها؟ من می‌فهمم، من می‌دارم. با کی او دم بودته شد؟ چیز بگو نخوانم چیز. از من زنگت میزنم یه دقیقه. وای چه خیلی کارا. رفتیم. این هم بود یک رفته است. این هم بود یک شرطی وزن و دشواری که مهرانگیز توانستند از عهده‌اش برآیند و سوال‌ها کمی دیگر ماندند و خواهش میکنیم که آنها را هم شده مطالعه نمایید. راجان نزد شرمنده. البته او پای برد که در حقیقت ما در برنامه قرار داریم و دلش گواهی داد. بیاید میشنویم. در قوطی سهمناک ما مبلغ گذاشته شده است. مبلغ رو دوست می‌دارید؟ دوست نمی‌دارید؟ که دوست نمی‌دارد. کدامی از این واریانت ها در آنجا درست میبرایند و آن رو اگر دانستید ما با شما توفه میکنیم. واریانت یکم 100 سومون، واریانت دوم 200 سومون، واریانت سوم 50 سومون. 100 250. با فکر شما در آن چند مقدار پول است؟ کدامش است؟ خوب فکر کنید و اندیشتون رو بیان کنید. فکر میکنم 50 سومون. احسن میکشی؟ نه. در حقیقت توانستند که با همین خیلی چالاکی با ذهنی خوب و برا آن رو پیدا نمایند. شما این روز از همه شرط‌های ما برآمده ایستاده تبریک میکنیم و آن تحفه نصیب شما. تشکر. فراموش نشود. این در اینجا می ایستد و برنامه رو خاتمه که دادیم. از پسی گپ گرفته مهرانگیز رو گسیل میکنیم و این بین ما. دو کاراتش. من فکر میکنم برنامه پسند دل شما اومد و آن سوال هایی که در اینجا بود مهرانگیز تو توانستند پاسخ گردوندن و چند تاش رو آتش زدن. مهرانگیز برنامه ما با شما پسند آمد؟ بله به نهایت پسند آمد، جالب بود و تحفه های خاطرمون هم دسترس کردیم.
یک جهان تشکر. برادرها این یک کانال موندگیم، کانال حکیم تیوی، هر نوع ویدیوهای جالبی که در فرانسه یک زندگی میکنه بینی‌هایت یک چیز خوبه که میپرتوه. همین کانال فقط پادپیسا کردگیم تماشا میکنیم، بهترین نوارو داره. یک بار بدون تماشا کنید پادپیسا کنید، بهترین کار میشه. هزار رحمت برای دستگیریتون.